سلام بچه ها، امروز اومدیم یه رازی از زولبیا فاش کنیم. اگر شما دوست داشته باشید، پس مطمئن همتون دوست دارید زولبیا فیسی میکنه، اما اون نمیکنه و فقط یوتیوبرهای مختلف میدونند نه چهرش واقعیشو. اما من میخوام امروز فیسیولشو نشون بدم به همراه عمو قیصر. بله، با عمو قیصر به سلفی گرفته و اینکه شاید بگید از کجا آوردی، اصلا فیسیول زولبیا فیسیول نکرد، چطوری آوردی، از کجا آوردی؟ ببینید، من یک کانال آپاراتی تو آپارات زدم و اگر دوست داشتید برید آپارات داشتید حداقل برید من دنبال کنید. به خدا نیاز دارم به دنبال کننده و فکر کنید پولا رو برای خودم جمع میکنم. اینطوری دارم حرف میزنم، اما نه، پولا رو برای خودم جمع نمیکنم برای دنبال کننده و بعضی دایی‌ها. من پول برای خودم جمع نمیکنم، دارم پول رو جمع میکنم برای خیریه عزیزان. یه چند وقت دارم یه سری آدمایی میبینم کنار خیابون، یه سری دلم میسوزه، نمیدونم شما میتونید بهشون کمک کنید یا نه. اگر شما بهشون کمک کنید یعنی به خدا کمک کنید، چون خدا تو قلب همین آدم هست. میتونید با لایک و ساب کردن تو به من انرژی بدید و من بتونم خیریه رو جمع کنم و بهشون کمک کنم. و اینکه شاید بگی چرا الان این بالا سر من چرا 65 تا جون دارم، مگه هر انسان معمولی 10 تا جون نداره؟ خب من مد گفتم، آره کل این دنیا از مده. این شمشیرم یه دستم برای مد باسه. خب زیادی وقت شما رو فکر کنم گرفتم. آره فکر کنم. قبلش لایک و ساب کن و الان میخوام برم کانال آپاراتمو نشون بدم، بعدش هم فیس زولبیا رو نشون میدم. ببینید الان میخوام داستان توضیح بدم، یادم رفت داستان توضیح بدم. ببین، از اونجایی که من گفتم به تو کانال آپارات زدم، کلی هم دنبال کننده فعلا دارم و امیدوارم همینقدر دنبال کننده برام بمونن. تو رو خدا بمونید، شما نرید برا من یه دنیا ارزش دارید، به خدا یه دنیا ارزش داره. و اینکه یه نفر عکس پروفایلش واردن گذاشته بود و توی قسمت توضیحات نوشته بود اسم من امیر واردنه، نمیدونم، آره امیر واردنه. الان بریم کانال آپاراتمو ببینیم. امیر واردن یه ویدیو گذاشته از اینکه فیس زولبیا. آفرین، تبریک میگم امیر واردن، تا آرزوی منو برآورده کردی، آرزوی بقیه بچه ها رو برآورده کردی. نه ولی نمیدونم چرا ویدیوش زیاد لایک نداره و میگه تو کامنتاش همه دارن فوش مینویسن. اما چرا فوش نه شوخی کردم، چرا تو فوش نمینویسن، فقط ویدیو رو لایک نمیکنن. اما چرا لایک نمیکنن؟ شاید بگی چرا؟ چون اسم خودش گذاشته واردن علی. نه واردن علی، امیر واردن. حداقل میتونستید، من به اسمت مسخره‌تون نمی‌کنم، اما دارم میگم که یه اسمتو عوض کن. یه جورایی اسمت تو مخیه نمیشه اصلا طرف فوسش کرد، یه جورایی این اسمت مخفیه. خب حالا بریم کانال آپاراتمو ببینیم. خب رفقا، این از کانال آپاراتم، این کانال امیر چیه؟ این از کانال منه، حتما برید دنبال کنید منو، عشقای منید. و اینکه اینه اسمش امیر واردنه. الان میخوایم بریم ببینیم و من داشتم این ویدیو رو میبینم، یه رو من فیلم ویدیو این فیلم ویدیو هاره. با حرف میشه خدایی دو تا کامنت خفن نمارش گذاشتم و اینکه عشق من دوست دارم امیر واردن. اصلا میگه برای نیسته، خیلی بچه خوبی هستی. حالا بذار ببینم چیز دیگه هم گذاشته. وایسا، کسی تا حالا ماجیک بوی گفته ماینکرافت، ولی اگه رنگ زرد اسپانشم باید فیسیویل کنم. یه مپ باز میکنیم به نام دنیای بدون زرد. تا مپمون درست بشه یه چای میزنیم.
هی قرار نیست فیس ریویل کنم. ساب کن، هر چالشی داشتی انجام میدی. ماجیک بوی گفته ماینکرافت. دوستان عزیز دیگه ویدیو رو نداره و بچه ها امیدوارم خوب باشه این ویدیویی که براتون آپلود کردم.